در زمان فرمانروایی کوروش بزرگ و زمانی که مادها به فرمان او شوش را که در آن دوران تحت فرمان بابل بود تسخیر کردند. زن زیبایی به نام پانتا که به گفته مورخین زیباترین زن در دوران خود بود اسیر مادها شد. او همسر آبرادات فرمانروای شوش بود که در زمان این نبرد در شوش حضور نداشت. نزدیکان کوروش بزرگ این زن را به پادشاه پیشکش کردند و از زیبایی او بسیار تعریف نمودند. اینجا کوروش واکنشی نشان داد که شاید در تاریخ کم نظیر باشد. او این پیشکش را نپذیرفت و با اصرار اطرافیان نیز حتی حاضر به دیدن این زن نشد تا مبادا دلباخته پانتا شود. پس او را به یکی از سرداران ماد خود که آراسپ نام داشت سپرد و از او خواست از این زن زیباروی محافظت کند. چندی گذشت، آراسپ دلباخته پانتا شد و خواست از او کامجویی کند. در نتیجه پانتا از کوروش تقاضای کمک کرد و کوروش آراسپ را نزد خویش فراخواند و سردار خود را بسیار سرزنش نمود. آراسپ نیز عذرخواهی کرد و ابراز پشیمانی نمود. سپس کسانی را به دنبال آبرادات همسر پانتا فرستاد. آبرادات نزد کوروش آمد و زمانی که از جوانمردی این بزرگ مرد آگاه شد با نیروهای تحت فرمان خود به خدمت کوروش بزرگ درآمد. مدتی بعد به همراه کوروش راهی نبرد با کوروزوس پادشاه لیدی شد و حتی به پادشاه پیشنهاد کرد که در این نبرد از عرابه‌های داستار بهره ببرد. بدین ترتیب آبرادات فرمانده عرابه‌های داستار ایرانی شد. عرابه‌های طراحی شده چرخ‌های نیرومندی داشتند تا به آسانی شکسته نشوند. این عرابه‌ها محورهای بلندی داشتند و می‌توانستند در هر جاده‌ای با هر پهنایی حرکت کنند بدون آنکه واژگون شوند. اتاقک روی عرابه مانند هرم طراحی شده بود و از الوارهای بسیار محکم ساخته شده بود. ارتفاع اونها هم طوری بود که عرابه‌رانان به آسانی بتوانند عرابه‌ها رو هدایت کنند. سربازان سوار به عرابه نیز چیزی جز چشمانشان هویدا نبود و سر تا سر بدنشان با زره پوش پوشیده شده بود. در دو طرف محور این عرابه‌ها نیز داس‌های فلزی طراحی شده بود که در هنگام حمله به قلب دشمن نیروهای دشمن رو تار و مار بکنه. و در نهایت آبرادات در این جنگ بسیار بزرگ و فرسایشی با کوروزوس پادشاه لیدی جان خودش را از دست داد. پانتا با شنیدن خبر مرگ همسر خود بر بالین او رفته و شروع به شیون کرد. کوروش فرمان داد تا از او به شدت مراقبت کنند، اما پانتا از غفلت ندیم‌ها استفاده نمود و با خنجری به زندگی خود پایان داد. کوروش بزرگ در نهایت فرمان داد به یادبود پانتا و آبرادات پشته بزرگی را برافراشتند و روی ستونی بالای آن تپه نام این دو را حک کرد. و در پایان منبعی داستان که عاشقانه‌های آبرادات و پانتا است در کتاب کورشنامه گزفنون اشاره شده است.